خداوند عزوجل انسان رو خلق کرد، این دنیا آورد تا اینکه امتحان بگیرد. مهم اساس در این امتحان کامیاب شدن است. کامیاب شدن در این امتحان حالا پروردگار آشکار و روشن میگوید: استعیذ بالله ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. صدق الله العظیم. پروردگار خالق انسان و خالق تمام موجودات میگوید که پروردگار چرا تو را عذاب کند؟ عذاب نمیکند تو را با دو شرط: اگر این دو عمل انجام بدهی هرگز پروردگار تو را نه در این دنیا نه در قبر نه در قیامت نه در جهنم عذاب نمیکند. یکی از این شرط ها ایمان. پروردگار میگوید من آوردمت، عضوی سالم دادمت، اقبالت دادم. حالا اگر خداوند نگه ندارد، نمیبینیم گاه انسانهایی که در راه همواری که 1000 بار زیاد در اون راه رفتگی است میافتد یا دستی و پایش میشکند. میبینیم دویم با چشم سر میبینیم. یعنی میگوید این همه نعمت ها رو من دادمت، اقبالت دادم، امکانیتت دادم، میلیاردها و تریلیاردها نعمت برایت دادم. هر نفسی که میبراید این یک نعمتی بزرگ است. این همه رو من برایت آماده کردم دادم. حالا اگر ایمان نیاری از روی عقل و انصاف است، اونی که این همه رو داد با اون ایمان نیاوری، آیا این از روی انصاف است؟ آیا این از روی عقل است که و همین ذاتی که خلقت کرده است، امکانیتت داده است، اقبالت داده است، زنت داده است، فرزندت داده است، خانه‌ات داده است، اقبال و آبرویت داده است، این همه عضوهای سالم داده است. حتی اگر عضوهای سالم هم نداشته باشه این امتحان است. میگه آیا از روی انصاف است که ایمان نیاورید؟ برای میگه یکی ایمان و دیگری شکر نعمت. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. و شکر نعمت، اون خالق واقعی پروردگار رو وقتی که میشناسیم و میپرستیم، این یکی از بهترین نعمت ها است. حالا یکی از بهترین نعمت ها این است برادران علی اسلام، یکی از بهترین نعمت های پروردگار این است که ما پروردگار رو از نقطه نظر خودی پروردگار میشناسیم. از نقطه نظر انسانی نی، فقط انسان عقلش رو استفاده میکند، لیکن پروردگار رو از نقطه نظر خودی پروردگار میشناسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگو که پروردگار یک و یگانه، هیچ خدای دیگری وجود ندارد و اون الله سبحانه و تعالی صمد است. صمد یعنی چی؟ همه نیاز به پروردگار دارد و پروردگار به هیچ کس و هیچ چیزی نیاز ندارد. صمدی پروردگار، صفتی پروردگار همین است. همه نیاز به پروردگار دارد اما پروردگار به هیچ کس و به هیچ چیزی نیاز ندارد. ولی ببینید میلیاردها انسان میآیند در یک عصر میروند، اومدند رفتند، اومدند رفتند، اومدند رفتند، اومدیم و میرویم. کی نیاز دارد به پروردگار؟ یا پروردگار به کی نیاز دارد؟ به هیچ کس. انسان است میآید میرود، میآید میرود، تمام. الله الصمد لم یلد، زاده نشده است. حالا برای انسان زاده نشدن یک چیزی یعنی خیلی چیز است، مشکل دشوار است. چون خود زاده که می شود تصور کردن نمیتواند چگونه زاده نشده به وجود آمدن. حالا آدم علیه السلام زاده نشده آمد، نه پدر نه مادر. عیسی علیه السلام بی پدر از مادر تولد شد. برای پروردگار هیچ چیزی پروردگار در هیچ کاری عاجز نمیآید. و این تولد کردن این همه صفتی مخلوق است، صفت خالق نیست. لم یلد ولم یولد، زاده نشده است و نمیزاید. ولم یکن له کفوا احد، و هیچ همتایی ندارد.
اونایی که دعوای خدایی کردن، چی فرعون، چی نمرود، چی دیگر و دیگر و دیگر و دیگر، گیجو شدن. همون فرعونی که میگفت که انا ربکم الاعلی، من پروردگار بزرگ شما هستم، ولی امروز مسخره مردم در چیز اصورخانه میروند، مردم میگن همین سیاه و کبوت لویک همین دعوای خدایی میکرد. ببینید ولم یکن له کفوا احد، پروردگار هیچ همتایی ندارد، غیر از پروردگار هیچ خدایی وجود ندارد. پس این یکی از بهترین نعمت‌های پروردگار نسبت ما و شما یک امت اسلامی این است که پروردگار رو از نقطه نظری پروردگار میشناسیم. این بهترین نعمت است و وحدانیت یگانگی پروردگار. اونایی که از نقطه نظری انسانی پروردگار رو فکر کردن، نسبت پروردگار دخترها نسبت دادن، ملائکه رو گفتن دخترای چیز است، پروردگار است. پسر نسبت دادن، گفتن این پسری پروردگار است. چرا به این فکر رفتن؟ به خاطری که از نقطه نظر انسانی وقتی که فکر میکند انسان، از عالم انسانی بیرون برآمدن نمیتواند، با عالم خالق داخل شدن نمیتواند، با فکرش، با عقلش، با ذهنش، با اندیشش، هیچ وقت. از حتی ببینید حالا اون خیلی دور است، زن شوهر هیچ نمیتواند که فکر همون زن یا عالم زن را وارد شود و زن هیچ وقت عالم مرد داخل شده نمیتواند. هر کدام یک عالم الهیده است. حالا چی جایی که عالم خالق داخل شدن با فکر، با اندیشه و با یعنی فکر کردن دیگر. وقتی که انسان یعنی با فکرش، با عقلش درباره خالق فرو می رود، می بینید که بعضی بت رو می پرستد، بعضی درخت رو می پرستد، بعضی نمیدونم که هر مزاری رو می پرستد، هر چیزی رو می پرستد. چرا این همه سنگ و سفال و نمیدونم کیمچی ها رو می پرستن؟ بخاطر که از روی فکر انسانی به عالم خالق وارد میشن، حتمی غلط می روند، خطا می روند. برای همین یعنی از روی انصاف است که مسلمان باید یا هر انسان باید یعنی پروردگار رو از نقطه نظری خودی پروردگار باید بشناسد تا اینکه گمراه در ضلالت نرود. حالا این نعمت است، بزرگترین نعمت، یکی از بزرگترین نعمت های است. چرا پروردگار نسبت اونایی که پدر و مادر رو آزار میدهند، عاق پدر هستند، بسا غضب دارد؟ چرا غضب پروردگار نسبت عاق پدر و مادر هست؟ دعایش قبول نمیکند، از یعنی تمام لذت و حلاوت و راحت و برکت زندگیش رو میگیرد، ناکامش میکند، خار و ذلیلش میکند. و خاطر که پروردگار میگه همین پدر و مادرت تو رو نبود که یک گوشپاره خام بدی، تو رو با هزار آرزو و امید اینو کلان کردند، نوازش کردند، پرورش کردند. چرا قدر نمیکنی؟ برای همین غضب پروردگار میآید که قدر نکردن نان و نمک، یا در نمکدانی پدر و مادر توف نکردن. کسی که در نمکدانی پدر و مادر یعنی توف میکند، توف کردنی در نمکدانی پدر و مادر، آزار دادنی پدر و مادر. پس غضب پروردگار نسبت اون است. برای همین هم اینجا میگه بنده من همه اشیا و چیزی که هست وجود دارد برای تو آفریدم. آیا این از روی انصاف است که ایمان نیاوری؟ این یک. دیوم میگه تمام نعمت ها رو من برایت دادم، این نعمت ها رو شکر کن. اگر این نعمت ها رو شکر نکردی پس برای تو غضب، عذاب انتظار است. ما یفعل الله بعذابکم این شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. پروردگار چرا شما رو عذاب کند؟ عذاب نمی کند مادامی که ایمان دارید، شکرانه نعمت ها بجا میارید، هیچ عذاب شما رو تهدید نمی کند. وقتی که ایمان هست، شکر نعمت ها بجا میارید، هم برکت زندگی، هم سبوکی در سکرات موت. همون قبری که در نظر ما و شما تنگ و تاریک است، به یک باغچه های از باغچه های جنت گلستان، و قیامتت هم یک میجزدن میروید به در جنت. یعنی این همه در نتیجه چیز؟ شکر نعمت.